گفتم که از آداب حضرت هم علل خصوص و از آداب علمای دیوبند کم ترک صحبت میکنم. حضرت مولانا اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه در بابت مناقب همین مرشدش کتاب دارند به نام کمالات امدادیه. نقل میکند از یکی از خادمهای خاص خود حضرت که میفرماید که من تا چندین وقت میدیدم که حضرت در نشستن یک جای حتی وقتی خواب رفتن هم پایهایش را دراز نمیکرد، پایهایش را جمع میکرد میخوابید. گفتم که شاید این یگان مدت ادامه کند، اما یک مدت مدید و دراز دیدم که تغییر نمیخورد حال. بنابراین پرسیدم که حضرت چه سبب هست که شما حتی در وقت خواب رفتن هم پایهایتان را دراز نمیکنید؟ حضرت در جواب فرمودند که فرزندم، شرم می‌دارم از این که الله متعال من را بیند و پایهای من دراز باشد. بنابراین نمیخواهم که حتی در وقت خواب پایم را هم دراز کنم. حضرت مولانا اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه یک نقل دیگر می‌آورد که برای حضرت کسی یک کفش آورد، کفش سیاه. عادتاً همین هست که برای انسان‌های بزرگ اولیای خدا انسان‌ها وقتی هدیه میارن داغی هستند که میخواهیش دارن که همون هدیه را استفاده برد. حضرت اون کفش را برپا نکردند، نپوشیدند. یکی از مریدهای خاص اصرار ورزیدند که حضرت همون بسیار با یک خواهش و با یک اخلاص تام آورده است، همین را در پای کنید. فرمود که از وقت دیدم که غلاف کعبه خانه خدا سیاه است دیگر دلم نمی شود که چیزی سیاه را در پای خودم کنم. به همین نمود حکایت هم از خود مولانا امدادالله مهاجری مکی رحمت الله علیه است و هم از حضرت مولانا محمد قاسم نانتوی رحمت الله علیه. لقبش هست قاسم العلوم والخیرات. بسیار شخصیتی برجسته گذشتند. با تمام فرقه های باطله علل خصوص با نصرانی ها، در زمان اینها حکومت انگلیس ها بر هند تسلط یافته بودند، نقشهشان این بود که باید مسلمان ها را مسیحی بگردانند. حضرت مولانا محمد قاسم نانتوی رحمت الله علیه بسیار مناظره های برجسته و بزرگی کردند که در اون نصرانی ها را شکست دادند و باعث شد که مسلمان ها نصرانی نشوند. همین شخصیت بزرگ و هم مرشدش حضرت حاجی امدادالله مهاجری مکی رحمت الله علیه یک زمانه در هندوستان رایج شد پوشیدن کفش سبز. اینها کفش سبز را به پا نمی کردند برای این که می گفتند که گنبد روضه مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم سبز هست، به خاطر احترام گنبد سبز روضه رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما برداشت کردنی نیست که چیزی سبز را در پای خود کنیم. حضرت مولانا قاسمی نانتوی رحمت الله علیه وقتی که سفر حج میکنند بعد از آن به زیارت مدینه منوره میروند،
از فاصله چند کیلومتری مدینه منوره نه تنها پای پیاده بلکه پای برهنه قدم میزنند. میگویند که در سرزمینی که رسول خدا و صحابهش قدم زدن مناسب نیست که با کفش من قدم زنم. و در اون زمانه چقدر سختی و دشواری بود، همه پر از سنگ و سنگریزه و سنگ سوختگی سیاه بود. اما حضرت مولانا محمد قاسم نانتوی رحمت الله علیه در مدینه منوره پای برهنه به خاطر محبتش با رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به خاطر آداب مدینه منوره پای برهنه میگردد. وقتی که انگلیس ها گفتن در سرزمین هند تسلط یافتن، حکم صادر کردن برای بازداشتی هم حضرت حاجی امدادالله و هم حضرت مولانا رشید احمد و هم حضرت مولانا محمد قاسم نانتوی. اینها در یک جا خودشون پنهان کردند، بعد از 3 روز دوباره خودشون آشکار کردند. مردم خواهش کردند که حضرت شما را دستگیر میکنند، باید که در همون جایی پنهان شده پنهان بمانید. هر سه گفتند که حبیب ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم 3 روز پنهان شدند در غار ثور، بنابراین ما برداشت نمیکنیم که از اون کرده زیاد پنهان شویم. بعد از 3 روز برآمدند. این هست آداب و محبت علمای دیوبند با خدا و با پیامبرش صلی الله علیه و سلم. خداوند متعال همه ما و شما را پیروی همین گونه اولیاء و دوستانش را نصیب بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.